مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نوع فردوسی با عریضه مرد 53 ساله ساکن نوع رودکی مراجعت نموده است که اولهای ماه دکامبر سال 2020 مرد 44 ساله ساکن جماعت ایسار شهر ایسار در نزد بنای سیرک دولتی بارای فریب به باوریش در آمده از او 206,000 سومانی گرفته وعده داده است که از نزد بنای نفساخته شده واقع در نزد بنای سیرک خانه دو حجرگی گرفته می‌آید، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 33 ساله ساکن جماعت دیهات اونچی نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. نام برده به آن متهم می شود که ماه اپریل سال 2021 بارای فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن جماعت شهرک غفورو نویه مذکور در آمده از او автомашین شخصیش تمغه اوپل زفیر ارزشش 47,000 سومانی را به اجاره گرفته آن را فروخته است و پولش را به احتیاجات خود صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.